بعضی هم حالا نقش این بار در منگنه قرار گرفتن آقای خامنه‌ای رو، نقش اول رو به اسرائیل میدن. میگن اگر اسرائیل، حالا چه فرض بکنیم که حتی در زدن رئیسی هم اسرائیل نقش داشته در اون کوهی که به هلیکوپتر خورده و بعدش زدن هنیه، زدن نصرالله، زدن حتی قبلش زدن قاسم که در هماهنگی ترامپ و اسرائیل بود، اینها باعث شدش که آقای خامنه‌ای در منگنه قرار بگیره، بازوهای محور مقاومت خودش از دست بده و حالا تن بده به این که برم یک گشایشی ایجاد بشه. اما طبق تجربه، به قول خود آقای خامنه‌ای، دلیل چیه؟ تجربه. طبق تجربه دوباره پولها آزاد بشه بیاد و دوباره بره تزریق بکنه، این بار بازوهای محور مقاومت جدید بسازه. یعنی از این منگنه آقای خامنه‌ای داره خودش رو رها میکنه. آیا باز با تمام اینها شما فکر کنید اینها رو خودش نمیتونه کنترل بکنه؟ ببینید شخصیتی که 30 و چند ساله داره حکومت میکنه. من موافق شما نیستم. یعنی اعتقادم بر اینه که مرگ سیاسی ایشون رسیده، یا باز میگم تاکید با تساهل بخوام بگم خیلی نزدیکه. ببینید چند نکته هستش. یعنی وقتی شما بخواید نگاه بکنید در بحث شما، بحث اسرائیل، ببینید امنیت اسرائیل به هر شکلی باید تامین بشه و منطقه باید بر اساس امنیت اسرائیل باشه. من قبلا هم گفتم در گفتگوام، حقیقت خیلی مطمئن نیستم که حمله حماس اسرائیل غافلگیر کرد. حتی شاید هم برنامه‌ریزی شده اسرائیل بوده. من دقیق نمیدونم، اینو باید برخی اسناد میگم نشون بده. بله یعنی اگه درست. بخوام روی مدارک و منابع حرف بزنیم، ولی بقیه من اسرائیل غافلگیر نشد و اونها یه سری برنامه‌ای رو داشتن و حالا اون باید تامین بشه. بس ببینید ترامپ قبلا هم میخوام میگم قبلا، برای که تکرار میشه، من تکرار دوست ندارم ولی ناچاریم چون شرایط ایران یک شرایط اینگونه‌ای هستش. ترامپ با رؤسای جمهور دیگر آمریکا یک تفاوتی داره. خیلی در واقع چهره‌ای که دوست داره تو صحنه باشه، خیلی جلو پروژکتور باشه، خیلی دوست داره اونم کار قهرمانانه بکنه و بقیه من خیلی جاها شکست خواهد خورد سیاستاش، ولی سعی میکنه در ایران موفق بشه. یعنی جای دیگه که گفته رو بعید میدونم خیلی موفق بشه، ولی در ایران سعی میکنه موفق بشه. اینه که شما میگید آقای خامنه‌ای 30 و چند سال بحرانا رو پشت سر گذاشت، باز میتونه. نه، هر بار که بحران پشت سر گذاشت بخشی از وجود خودش هم پشت سر گذاشت. به حرف من دقت بکنید، بخشی از وجود خودشو، بخشی از کیفیتشو، تواناییشو، بخشی از اون مقبولیتی که میتونست داشته باشه رو پشت سر گذاشت. یعنی هر پشت سر گذاشتنی بی هزینه نیست، بی آسیب نیست. اینطور نیست که من 10 بار بیمار بشم دوباره خوب بشم، بدنم همون سلامت و شادابی مثلا 20 سال قبلمو داشته باشه، فرتوت میشم. و خود گذر زمان، یعنی 36 7 سالی که ایشون هست، خود این برخلاف خود آقای خامنه ایه. یعنی خود زمانم برخلافشه. یعنی یک رهبری وقتی زیاد عمر بکنه عملا از یک دوران دیگه زمان علیهش میشه. اینو حالا باید یه جای دیگه بحث کرد، ولی بقیه من حرف متی نیست. و بقیه من آقای خامنه کاملا در بنبست قرار گرفته و اعتبارش از دست رفته. میگم چون سیاست حیثیتی میدید، من رو واژگانم دقت لازم رو به خرج میدم، چون سیاست حیثیتی میدید، کسی که سیاست خیلی حیثیتی میبینه و نتونه سیاست ورزی بکنه معمولا مرتب میخوره به این طرف اون طرف. حالا 2 بار میتونه خودشو بیاره کنار، 3 بار میتونه بگه خاله پیشونی زخم شد درست میکنم کاری میکنم، ولی این آدم فرتود میشه، آدم از دست میره. و بقیه من این بحث ایشون به یک معنا، ولی ببینید مشکل سر بحران جایگزینی است و خلای قدرت در ایرانه. یعنی چیزی که هستش الان بحران سر اینه که چگونه میشه، یعنی مهار آقای خامنه ای توأم باشه با پر کردن قدرت. ایشون اصلا به این فکر نمیکنه که الان نمیدونم اقتصاد میاد، پول وارد ایران میشه و غیره. اینا رو ممکنه که مشاورای ساده اندیش و یا تا بقیه من فریبکار آقای پزشکیان معتقد باشن. نه همچین ارقامی به ایران میاد، نه شدنی است، نه امکان داره. ایران اگر مذاکراتش کاملا پیش بره، یعنی قرار باشه با اسرائیل ستیزی کامل قطع بشه، در شعار حرف دیگری است، در عمل بخواد قطع بشه که باید قطع بشه. اگر نسبت به آمریکا به انرژی هسته‌ای باید تسلیمات خیلی جدی صورت بگیره. یک
در واقع قرارداد از نوع خود ترکمانچایی است و شما دیگه نمیتونید یه آدم بعد از 36 سال که همه جور رفتار کرده، چپ رفته راست رفته، دوباره بتونه با صلابت بیسته و حتی اطرافیانش نگاه بکنن و اون چشش اونا نگاه بکنن و فکر کنه اونا اینا قبول دارن. یعنی به ساده نگیرید قضیه، اینطور نیستش که حالا بدتر از جام زهری که آقای خمینی سر کشید. عقیده من خیلی وقت ببینید اون موقعی که ما وارد شدیم ما ایدئولوژیمون خام بود و فکر میکردیم خب حالا مشکلات اومدیم یا تجربه اندازی میخوایم بکنیم، همچنان امید داشتیم به آینده یک انقلابی، ولی الان هیچ امیدی به آینده انقلاب نیست و حتی تصور بر اینه که انقلاب خودش بدتر از اون بیماری بود که قرار بود ما رو معالجه بکنه، یعنی خودش عملا تبدیل شد به یک وضعیت خیلی بدتری و شرایط وخامت اوضاع هست. یعنی اینطور نیستش که الان بتونن یک جای شما میتونید جام زهر بتونید، یه بار میتونید برید برجام. ببینید بحث اینه که یه ما از ظاهر قدرت ببینیم، میگه حالا آقای خامنه‌ای هنوز اونجا هست، میتونه فرد سخنرانی بکنه، میتونه یک نفر عزل و نصب بکنه، این حرفه. یه بار میخواد ماهیت و ذات قدرت رو ببینید، یعنی به ذات و گوهر قدرت نگاه بکنید. قدرت آقای خامنه‌ای مرگ سیاسیش فرا رسیده. یعنی من شاید تعبیرم سخت باشه، یعنی ایشون در واقع بینابینه که مرگ فیزیکی زودتر برسه یا مرگ سیاسی قطعیش. یعنی ولی اون چیزی که در بیرون میتونست باشه، شما اگه پدر یه خانواده بوده باشید، نمیدونم یه مدیر مدرسه باشید، 4 بار چیز بشید، نمیتونید تو چش دانش آموزاتون نگاه بکنید و اونا شما رو باور بکنن. ولی الان میگم که شما تصور داشته باشید اون اولیگارشی است که شکل گرفته در این سالها، اونها هستن که دارن بخوان مهار بکنن اگر بتوانن. یعنی الان بستر اینی که آقای خامنه‌ای رو چگونه میتونه مهار بکنه یا آقای خامنه‌ای چطوری میتونه در واقع حالا بخشی از کارهای خودش رو دیگران بتونه پیش ببره. یه همچین وضعیتی رو داریم ما به سر. ولی از این که ما فکر بکنیم این نیست. میگم اگه فکر کنیم خلاص ایشون بگه 6 ماه دیگه هستم، 1 سال دیگه هستم، بس ببینید پس هست، یعنی چشم ظاهر بین به قضایا داشته باشیم که بقید من این بحث آقای خامنه‌ای به یک معنا تموم شده است در ایران. اگر از ظاهر امر بخوایم در واقع عبور بکنیم و خیلی به ظاهر وابسته نشیم، بس سر اینی که آیا اولیگارشی میتونه بعد قدرت در دست بگیره؟ یعنی باید به این نگاه بکنیم. آیا امکان گذار دیگری برای ما شدنی است؟ آیا اولیگارشی میتونه نوع استحاله‌ای رو صورت بده؟ قبلا تکرار کردم به نوعی به سلمانیسم برسیم، مثلا اصلا همچین کسایی میتونن بیان، امکانش هست، اصلا فرصت خارجی و داخلی ما داده میشه، چون اینا مرتب بر حجم بحرانا افزودن. ببینید تفاوت ما با 57 اینه که اون موقع علیه شاه همگرا بودیم، درخواست آقای خمینی هم حالا از برخی گروه‌ها که بیزاری مثل چریکا و بعضی موقع‌های گروه‌های دیگه همگرایی بود. الان علیه آقای خامنه‌ای یک در واقع انکار همگرایی زیادی است، ولی درخواست نظام جایگزین واگرایی جدیه. این مشکله. این بخش از بلوغ ایرانی است. یعنی ما از حالت تک صدایی که قبلا داشتیم، تک صدایی خیلی بلندی که اون موقع بود، حالا در انقلاب مثل آقای خمینی بود، مثلا در چیز مثل مثلا دکتر شریعتی، ما عبور کردیم. ما الان یک وضعیت چند صدایی داریم، ولی این چند صدایی ها بخش از بلوغ ماست، در این حال بخش از خطر ما هم هست. یعنی این چند صدایی مرتب به حذف همدیگر اقدام بکنن، آینده ما آینده بسیار تاریک خواهد بود. برای همین من میگم ما نیاز به نوعی شعور تاریخی اجتماعی داریم و بدونیم که منافع ملی در گستر و بدون منافع گروهیمون باید در دل منافع فردون در دل منافع گروهیمون سنجیده بشه. من با آقای دکتر مهرایی متاسفانه دارم میگم، اصلا موافق نیستم که الان خرد داره حرف میزنه. من اعتقادم بر اینه که مردم ایران به خاطر این 30 و چند سال 40 سال حالا جنگ بود، گروگانگیری بود، اعدام ها بود، تحریم ها بود، نمیدونم وضعیت اقتصادی، مردم آسیب دیدن. مردم آسیب دیده کنش هاشون خیلی قابل در واقع پیشبینی عقلانی براشون نمیشه کرد، مگر اینکه حالا بعد در نوبت‌های بعدی توضیح میدم که چه اتفاقی بیفته که زمان خریده بشه.
ولی ما باید به سمتی بریم، یا به یک اولیگارشی در آینده نزدیک تن بدیم، یا به یک کودتای نظامیت درون که باز به نوعی به اولیگارشی وابسته باشه تن بدیم، یا نوعی مواجهه خارجی در واقع که اصلا فروپاشی کامل خود حاکمیت باشه، یه همچه اتفاقی بیفته. اگر اینا بتونن، یعنی در واقع